الرحيم. الحمد لله المتجلي لعباده من أفق الألباب، المجلي عن مراده بمنطق السنة والكتاب، الذي نزه أولياءه عن نار الغرور وسمى بهم إلى أنوار السرور. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تاسوعا متعلق است به ابوالفضل العباس علیه السلام. السلام علیک ایها العبد الصالح. این عبد صالح رو خداوند متعال تو قرآن برای انبیاش به کار برده. سلام بر تو ای عبد صالح. مقام ابوالفضل سید الشهدا آنقدر بالاست که فرمود هر کس در مجلسی شرکت کند که نام ما در آنجا ذکر می شود، خداوند متعال ضامنشه که فردای قیامت در بهشت او را قرار بده. از جمله چیزهایی که ضمانت می کند سعادت انسان را اشک، گریه است. یه نکته، یه قطره اشک که تعبیر می کند در روایات اندازه پر مگس اگر از چشم کسی خارج شود، خداوند متعال یه مقامی بهش میده که این مقام و این سعادت رو باید از روایات استخراج کرد. این که فاطمه زهرا شب و روز گریه میکنن، میان مردم مدینه میگن که آقا جان یا روز گریه کند یا شب، سره، نه اینکه از صدای فاطمه زهرا خسته شده باشن. اشتباه نکنید، شبهه بعضیا ایجاد نکنند. نه، فاطمه زهرا گریه میکرد رسالت به مردم برسونه، پیام به مردم برسونه. مردم یاد جنایتشون میافتادن، طاقت نمی آوردن. لذا به امیرالمؤمنین گفتن بگو یا شب گریه کنه یا روز. گفت به خدا قسم آنقدر گریه میکنم تا پدرم رو ملاقات کنم. مگر فاطمه زهرا مقامش برترین زن نیست؟ مگر سیده نساء نیست؟ مگر برترین زن روی زمین نیست؟ گزاف کاری رو انجام نمیده. هر کاری میکنن برای خدا انجام میده. هر کاری میکنن برای خاطر اینکه به گردنشون تکلیفه. زین العابدین روح اله الفدا، امام زین العابدین 40 سال برابر نقل 40 سال گریه میکرد. آب میدید گریه میکرد، غذا میدید گریه میکرد. امام زین العابدین از بازار قصابا رد میشد گریه میکرد. میگفت آب دادید به این گوسفند؟ میگفتن آقا شما چقدر گریه میکنید؟ چرا تمام نمیکنید؟ گفت جلو خودم دیدم، جلو چشام دیدم بدن برادرم رو، پدرم رو تکی تکی کردم. 18 نفر از خاندانم رو قطعه قطعه کردم. چجور طاقت میارم؟ یعنی مردم این اشک باید بمونه، این گریه باید بمونه، این شعار باید تا ابد باشد تا قیامت به پا بشه. چرا؟ شما فکر میکنید یعقوب چرا گریه میکرد؟ خدا به خاطر این که گریه میکرد یعقوب او رو تو قرآن دم نکرده، بلکه میگه بیضت عیناش چشش کور شد. چرا میگه چشش کور شد؟ میخواد بگه من گریه بر مظلوم رو دوست دارم. 12 تا پسر داشت، یکیشون اونم گم شده بود. لذا فرمود یعقوب 12 تا بچه داشت، یکیش گم شده بود. این همه یعقوب گریه کرد حتی بیضت عینا،
باید گریه کرد، اشک ریخت تا طریق سیدالشهدا زنده بماند، باقی بماند. چون اگر طریق سیدالشهدا باقی موند، شیعه باقیه. تو رو به خدا نگاه کنید، تمام کشورهای مجاور درگیرن. چه کسی در این قضیه موفق است؟ چه کسی در این قضیه خداوند متعال عنایت کرده سرفراز بیاد بیرون؟ اون کسی که اشک میریزه بر سیدالشهدا. شما این گروهی که الان ایستادن مقابل کفار، ببینید رو جبینشون چه بستن. اون روزی که ما درگیر بودیم این بچه ها روز پیشونیشون چی بستن؟ این طریق راه، اگر من بخوام این راه رو تشیع باقی بمونه، باید طریقش رو زنده نگاه بدارم. طریق تشیع اشک بر سیدالشهداست. کسی که شرکت کند در مجلسی که نام ما اونجا ذکر بشه، روز قیامت همه افراد سردرگمن، اما یک کسی آگاهه، یک کسی داناست، یک کسی جایگاهش داره میبینه، یک کسی سرفرازه، اون کسی که برای سیدالشهدا گریه کنه، مجلس او رو احیا کنه. فرمود ان سرک ان تکون معنا فی الدرجات العلا من الجنان فاحزن بحزننا وافرح لفرحنا. میخواید کجا قرارت بدیم؟ جوار امیرالمؤمنین، جوار سیدالشهدا، اون مرتبه عالی بهش. باید روزی که ما شاد هستیم شاد بشیم، روزی که ما محزونیم محزون باشیم، غصه دار باشیم. امام رضا امر کرده است فعلا مثل الحسین فلیبکی الباکون فان البکاء علیه یحط الذنوب العظام. آقایان، ما که معصوم نیستیم، ما آلوده ایم، گناهکاریم. شیطان به ما احاطه کرده است. نیاز داریم خودمون رو پاک کنیم، تمیز کنیم، خودمون رو از گناهانمون خارج کنیم. فرمود شرکت کن در مجلسی که ذکر نام ماست، گریه کن برای سیدالشهدا در اون مجلس. مثل آن روزی میشوی که از شکم مادر متولد شده. امام رضا فرمود یبن شبیب ان بکیت علی الحسین حتی تصیر دموعك على خديك غفر الله لك كل ذنب اذنبته صغیرا کان ام کبیرا. یبن شبیب، اگر میخواهی خداوند متعال گناهان بزرگ و کوچک تو رو ببخشد، اگر گریه کردی بر سیدالشهدا، این اشک خارج شد، بر گونه‌ات قرار گرفت، خدا تمام گناهانت رو میبخشد. امام صادق است، امام معصوم است، ضامن این اشک فردای قیامت. گاهی وقتی یکی حرفی میزنه معلوم نیست بهش عمل کنه، این امام معصومه. طهرکم تطهیرا، خدا شما رو پاک گردانی از هر گونه پلیدی. حجت خدا برای حاجه پیامبر اکرم دست حسن و حسین رو گرفت، امام شما شیعیان رو. اصحاب دیگه تو مسجد بودن، دست هیچ کس رو نگرفت، به هیچ کس اعتنا نکرد. آمد جلو قوم کافر گفت میخواید محاجه کنید، مباهله کنید، من آوردم با خودم. کی آورد؟ فاطمه زهرا. مگه پیامبر زن نداشت؟ مگه فلانه نبود در خانه؟ چرا او را نیاورد؟ میخواد بگه اینا حجت خدا، اینا طریقن، سعادت بشری تو طریق ایناست. اگر میخواهی فردای قیامت با سعادت از دنیا بری، راه اینا رو طی کن. امام رضا علیه السلام فرمود من کان یوم عاشورا یوم مصیبته و حزنه و بکائه جعل الله عز وجل یوم القیامه یوم فرحی و سرور. آقایون، قیامت راسته، برزخ راسته،
قبر رو که با چشاتون میبینید، من و شما رو در نهایت امروز فردا یه روزی تو قبر میگذارن. انسان میخواد شاد از قبر خارج بشه، نکیر و منکر که میاد، بشیر و مبشر که میاد، انسان میفهمه چه کار است. وقتی اهل بیت بیاد سراغش تو قبر، هم کافر امیرالمؤمنین رو میبیند، هم متدین و مؤمن و شیعی امیرالمؤمنین رو میبینه. اما اون کافره وقتی میبیند عذاب است براش. چرا از دست دادم؟ چرا دقت نکردم؟ چرا به حبل اینا تمسک نکردم؟ اون شیعه یوم فرحشه، یوم سرورشه. از قبر یوم سرور شروع می شود تا روزی که خداوند متعال جایگاهش رو معلوم کند. امام رضا روحی له الفدا فرمود: ان ابی اذا دخل شهر المحرم لا یرا ضاحکا. محرم که اومد، پدر من رو دیگه خندان نمیدید. یعنی شیعا تو محرم نخندید، قهقه نزنید، این قلب شما رو میمیراند. اون نوری رو که نفخت فیه من روحی که خداوند متعال اون نورانیت رو به شما داده از بین میبره. فرمود اذا دخل شهر محرم لا یرا ضاحکا و کانت الکعبه تغلب علیه حتی یمضی من 10 ایام. ناراحت بود تا 10 روز بگذرد. فاذا کان یوم العاشر، یعنی روز عاشورا، فردا، کان ذلک یوم مصیبته و حزنه و بکائه. اون روز حزن بود، روز بکا بود. پدر من گریه میکرد، اشک میریز. چی میخواد به ما بگه؟ بگه شیعیان یاد بگیرید. امام معصوم فعلش حجته، میخواد به ما یاد بده این که امام موسی بن جعفر گونه ها رو میگذارد بر روی زمین و استغفار میطلبد، میخواد آموزش بده. این که امیرالمؤمنین میگه اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت كل عصام، امیرالمؤمنین که معصوم از گناه ندارد. شیعیان الگو بگیرید، امام که این کار رو میکند یاد بگیرید. چرا؟ قیامت دیگه، قبره، سوال و جوابه. شیطان نمیگذارد شما به مرگ فکر کنید. لذا بزرگان خدا رحمت کنه رفتگان شما رو. مرحوم والد ما پنجشنبه ها میرفت قبرستان. ازش سوال کردم آقا جان پنجشنبه ها تشبه قبرستان یا این ور میرفت قبرستان امنو یا میرفت همین گلزار شهدا قدم میزد؟ اون روزای آخر عمرشون هم چندین بار رفتن میشه. گفت انسان با نگاهی به این قبرها عبرت میگیره. ببین پسرم، این آدمی بود خیلی صاحب عنوان، الان هیچ که دور قبرش نیست. یه روز میاد، نه دوست به درد میخوره، نه اولاد به درد میخوره، نه مال. الا من اتا قلب پاک چجور میشه؟ یهات الذنوب العظام، پاک میکند گناه بزرگ و کوچک رو. همون اشک بر سید الشهدا. افراد فردای قیامت که میشه حاضر که میشن گریانن. تو روایت داره امام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وقتی قلداقه سید الشهدا رو آوردن، از آن گفت اقامه کرد، بکا عالیا، گریه کرد. حتی بعض روایت داره که ام سلمه میگه امام حسین آمد، رسول الله خواب بود، بعد میخواست بره کنار رسول الله، نگذاشتم، یه لحظه غافل شدم، رفتم دیدم یه دفعه رسول خدا صیحه زد. گفتم یا رسول الله چی شد؟ من جلوش گرفتم، گفت نه ام سلمه نه. الان جبرائیل نازل شد، گفت این فرزند تو در کربلا قطعه میکنه. بعد اون خاک رو داد به ام سلمه. یا اون روایت دیگر دارد که سید الشهدا رو وقتی اذان گفت، اقامه گفت، گریه کرد. فاطمه زهرا پرسید پدرم چرا گریه میکنی؟
گفت جبرائیل نازل شد، گفت این فرزندت رو در کربلا قطعه میکنم. بعد پدرم یه جمله‌ای گفت دخترم، گریه کردم، گفت دخترم گریه نکن، یه روز میاد نام این فرزندت رو یه گروهی زنده نگه می‌دارن. ببینید رسول الله به شما اشاره کرده کیم؟ شیعیانن. با چی زنده میشه نام سید پرقیمت ترین همین مجلس سید الشهداست که باید زنده بمانه. همین منبر، همین گریه، همین موعظه، همین خطابه که مردم بدانن که سید الشهدا برای نصرت دین خارج شد. اونایی که کلمات دیگری رو به کار میبرن اینا از علت علمشونه، عدم داناییشونه. والله خود سید الشهدا گفته من چرا خارج شدم؟ خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول الله ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر علی الاسلام السلام اذ ولیت الامه براع مثل یزید. یزید فاسق است، فاجر است، شرابخوار است، حیوان باز است. این نمیتواند مسلمان ها رو اداره کنند، لذا خارج شد. منصف باشن نویسندگان تو کلامشون که سید الشهدا برای نجات دین، برای نجات جامعه است. امروز ببینید نصرت تشیع در این زمان به برکت سید الشهداست، چون هر کسی هر اقدامی میکند در این زمان، شیعه مخلص و مؤمن سوال میکنی آقا چرا اینقدر تلاش میکنی؟ میگه برای دین، برای تشیع، برای مملکت. نام تشیع روشه، نام حسین ضمان بقای تشیعه. انا قتیل العبره لا یذکرنی مؤمن الا بکا. من کشته اشکم، یعنی هر کی یاد من افتاد گریه میکنم، اشک میریزم. خیلی سید الشهدا رو یاد میکنم. آقا جان بفرمایید چگونه سلام کنم؟ فرمود 3 بار بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. گفت آقا جان منزل ما دور است، محل زندگی ما دور است، نمیتوانم سید الشهدا رو سلام کنم. آماده ای آدم رو سلام کنم به سید الشهدا از این مجلس؟ گفت خانه من دور است، نمیتوانم سلام کنم به سید الشهدا از نزدیک. فرمود بگو از راه دور السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. اما امروز تا سواس میخوام جور دیگه سلام کنم. امام زمان معذرت میخوام. السلام علی الاجساد العاریات. امام زمان جدت و 3 روز بدنش عریان، درون گرمای سوزان. السلام علی الدماء السائلات. سلام بر اون خونه‌های ریخته شده. وقتی اون تیر 3 شعبه به قلب سید الشهدا اصابت کرد، آقا نتونستن تیر را از جلو خارج کنند، لذا از خوش خارج کردن. تعبیر مقاتل اینه که از دم کل میزان. امام زمان خون مانند آب ناودان جاری شد. السلام علی الاعضاء المقطعات. هر کی هر چی داشت بر بدن سید الشهدا میزد. سلام بر اون بدنهای قطعه شده. عده‌ای با شمشیر میزدن، عده‌ای با نیزه میزدن، عده‌ای با سنگ میزدن. اونایی که آلت جنگی نداشتن با چکمه‌هاشون جسارت میکردن. السلام علی الرؤوس المشالات. سلام بر اون سرهای بالای نیزه. پدر جان همه قضایا رو به هم گفته بودی. حسین رو قطعه می کنن، علی اکبر رو قطعه می کنن، علی اصغر رو دبعوه من البرید الى البرید. اما پدرم نگفته بودی سر برادرم بالای نیزه. ما توهمت یا شقیق فؤادی
کان هذا مقدرا مکتوب. آماده یا نه؟ میخوام مقطع رو بخونم. زیر قبه ابوالفضل العباس خودت رو ببین. میخوام مصرع عربی رو بخونم ترجمه کنم. ولم يستطع العباس صبرا بعد قتل اخوته واولاد عمه واخيه وكان آخر من بقي مع الحسین. دیگه صبر ابوالفضل تمام شد. آمد جلو برادر فاستأذنه اسخاص. قال الحسین یا اخی انت صاحب لوایی. برادرم تو پرچمدار منی. قال العباس قد ضاق صدری. دیگه صبرم تمام شد. صدای العطش بچه ها بلنده. و ارید ان آخذ ثاری من هؤلاء المنافقین. تقاص خونه‌های ریخته شده رو میخواهم بگیرم. فقال الحسین اذن فاطلب لهؤلاء الاطفال قلیلا من الماء. برادرم میخواهی بروی برو، ولی صدای العطش بچه ها رو نمیشنوی، قدری آب طلب کن. فذهب العباس الى القوم ووعظهم وحذرهم غضب الجبار فلم ينفع ورجع الى الحسین یخبره. جواب سربالا دادن، برگشت به امام حسین فرمود برادرم نصیحت فایده نداره. فسمع الاطفال ینادون العطش العطش. صدای بچه ها رو شنید، صدا می زدن العطش العطش. فرکب جوادا و اخذ القربه و قصد الفرات. معش رو برداشت، به سوی شریعه فرات حرکت کرد. فاحاط به 4000 ورموه بالنبال. 4000 نفر او رو محاصره کردند، او رو تیر باران کردند. فلم یأب بجمعهم، اعتنایی نکرد میخواد آب برای بچه ها ببره. فکشفهم عن المشرعه و دخل الماء. همه رو به درک واصل کرد، وارد آب شد. واغترف من لیشرب فتذكر عطش الحسین فرمى الماء على الماء. آب دست رو زد به آب، آب رو آورد بالا که بنوشد. ناگهان یاد عطش سید الشهدا افتاد، آب رو رها کرد. به نظر من اصحاب مقاتل انصاف رو به خرج ندادن. ابوالفضل آب رو بالا نیاورد بنوشه، آب رو بالا آورد خنکی آب رو احساس کنه، آب رو ببینه، بگه برادرم حسین من به آب رسیدم، اما چون تو تشنه هستی من آب نمی نوشم. یا نفس من بعد الحسین هونی و بعده لا كنت ان تكونی. هذا حسین وارد المنونی و تشربین بارد المعینی. هیهات ما هذا فعال دینی ولا فعال صادق الیقینی. مذمت میکرد خود رو، چگونه بنوشم به حسین تشنه است، نه به خدا آب نمی نوشم. بمیرم امام زمان. فکمن له زید بن رکاد من وراء النخله. یه نانکیری پشت درختی کمین کرد امام زمان. فضربه علی یمینه. دست راست ابوالفضل رو مورد هدف قرار داد و برای دست رو قطع کرد و اخذ السیف به شماله. شمشیر رو به دست چپ گرفت، رجز میخواند و قال والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی و عن امام الصادق الیمینی نجل النبی الطاهر الامین. به خدا اگه دست راستم رو قطع کردی، من از دین خودم حمایت میکنم، برادرم رو تنها نمیذارم. برادرم صادق است، راستگوست، در کنار او هستم. فکمن له حکیم بن طفیل من وراء النخله فضربه على شماله فقطعها. بر دست چپ ابوالفضل شمشیر زد، دست او رو قطع کرد. فضم اللقاء الى صدره. هنوز امید دارد
وتكاثروا عليه واتته السهام كالمطر. او رو محاصره کردن، تیربارانش کردن، اما هنوز آب نزد اوست. امام زمان فاصاب القرب سهم، ناگهان تیری به مشت اصابت کرد و اریق ماها، آبش به زمین ریخت. خدا امید هیچ کس ناامید نشود. دشمن کف می زدن، هلهله می کردن. تیری به سینه ابوالفضل اصابت کرد. سهم اصاب صدره، سهم اصاب عینه. تیری به چشم ابوالفضل اصابت کرد و ضربه رجل بالعمود على رأسه. ناگهان عمودی بر سر ابوالفضل. ای اهل حرم میر و علمدار نیامد. ای اهل حرم میر و علمدار نیامد. علمدار نیامد. علمدار نیامد. ای اهل حرم میر و علمدار نیامد. ای اهل حرم میر و علمدار نیامد. علمدار نیامد. علمدار نیامد. سقای حسین سید و سالار نیامد. سقای حسین سید و سالار نیامد. علمدار نیامد. علمدار نیامد. ای اهل حرم میر و علمدار نیامد. سلام میکنی ها تاسوعات. میر و علمدار نیامد. علمدار نیامد. علمدار نیامد. سقای حسین سید و سالار نیامد. سقای حسین سید و سالار نیامد. علمدار نیامد. علمدار نیامد. ای اهل حرم میر و علمدار نیامد. ای اهل حرم میر و علمدار نیامد. علمدار نیامد. علمدار نیامد. سقای حسین سید و سالار نیامد. سقای حسین سید و سالار نیامد. علمدار نیامد. علمدار نیامد. اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم بمظلوم کربلا ابوالفضل العباس. یا الله یا الله یا الله.